آقا سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم تو این مدت که ما نبودیم غم به دلتون نیامده باشه، حال خودتون، دلتون، همه عزیزاتون خوب باشه. آقا امروز 4 بهمن ماه 1404 و خب ما الان حدود 1 ماهی میشه که تقریبا هیچ ویدیویی نذاشتیم، هیچ کتابی نخوندیم و خب جونم براتون بگه که تو این 1 ماه اونجوری که همتون میدونین کلی اتفاق افتاد، تظاهرات شد، اینترنت ها قطع شد و خیلی چیزای دیگه و حقیقتا تازه از امروز مثل اینکه قرار فیلتر شکن‌ها رو وصل کنن و یوتیوب و حالا این اینا بالا بیاد. حقیقت یعنی اینترنت ها رو قرار وصل کنم. حقیقت من نمیدونم کی میتونم این ویدیو رو آپلود کنم، ولی فقط خواستم این ویدیو رو بگیرم که به یادگار بمونه که خب تو این 1 ماه خیلی از عزیزانمون مردن، خیلی از بستگانمون، خیلی از دوستانمون، همشهریامون و هم کشوری های عزیزمون خیلی هاشون فوت شدن و خیلی هاشون مردن. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. اونایی که مردن انشاءالله جاشون خوب باشه، اونایی که زندن به بهترین جاها برسن، بهترین اتفاقا براشون بیفته، کلی پول و هر چی که دلشون میخواد دستشون بیاد و خلاصه همه چی انشالله تمام آرزوهای قلبیتون همش برآورده بشه. آقا تو این 1 ماه حال دل همه بد بود. یعنی من اونجوری که از اطرافیانم شنیدم، از دوستانم، آشنایانم و خب از همه کسایی که باهاشون در ارتباط بودم شنیدم، خیلی‌ها ناراحت شدن، خیلی‌ها گریه کردن و خب ما هم همراه اونا، خیلی‌ها اذیت شدیم و خیلی اتفاقای دیگه افتاد. فقط خواستم بگم که ما همه اون عزیزا رو یادمون میمونه، ازشون ممنونیم و خب زندگی همینه بچه‌ها. باید برگردیم به زندگی، باید ادامه بدیم، باید قدم به قدم جلو بریم تا ببینیم به کجا میرسیم به زندگی، تا مرحله بعدی چیه برامون. و خب همین، صرفا امروز فقط اومدم که با هم یه صحبت کوتاهی داشته باشیم. همونجوری گفتم من نمیدونم کی میتونم این ویدیوها رو آپلود کنم، حقیقتا کی اینترنتم یاری میکنه، کی فیلتر شکن‌ها وصل میشه و خب کی یوتیوب هم حتی بالا میاد. ولی از امروز شروع میکنیم به خوندن. امروز حقیقتا اینقدر که فکرم درگیر بود کتاب همراه هم نبود. این چند وقته دست و دلم به کتاب خوندن نمیرفت. دروغ چرا؟ علاقه نداشتم که بخوام کتابی بخونم و خب حتی شروع کنم و حقیقتا بیرونم نرفتم زیاد. امتحانات مجازی شده بود و خب خیلی اتفاقای دیگه بیرونم نرفتم. ولی بیاین از امروز شروع کنیم به کتاب خوندن، دوباره شروع کنیم به روزی 10 دقیقه کتاب خوندن و پیش رفتن. همونجوری که گفتم زندگی ادامه داره. زندگی شبیه یه بازیه. هر مرحله‌ای که میریم جلو خب مرحله بعدش قطعا سخت‌تر میشه و اذیت کننده تر میشه، ولی وقتی اون مرحله رو پشت سر گذاشتی یه شیرینی داره، یه خوشحالی داره. انشالله که رسیده باشیم به اون مرحله خوشحالیش، به اون مرحله شیرینی بودنش و انشالله که از این مرحله به بعد تو زندگیتون کلی اتفاقای خوب براتون بیفته. هر روز فقط خبرهای شاد بشنوین، خبرهای خوب بشنوین، هر روز جشن و تولد عروسی باشه. انشالله تمام عزیزانتون براتون بمونه و خب انشالله حال دل تک تکتون خوب باشه و این حال دل خوب بودن خیلی مهمه بچه ها، چون من خودم اینو تجربه کردم. شاید همه چی داشته باشین ولی مهم اون حال دل است. مهم اینه که از ته قلبمون چی میخوایم. مهم اینه که کنار اونایی که هستیم شاد باشیم، بخندیم. خب خیلی ها میگن مثلا با لباس پوشیدن حالشون خوب میشه، لباس خریدن، خیلی ها با غذا خوردن، خیلی ها با تفریح کردن و خب انشاءالله هر جوری که حالتون خوب میشه براتون این شرایط فراهم بشه که همیشه شاد باشین، همیشه بخندین، همیشه کلی اتفاقای خوب براتون بیفته. و همین،
خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که بتونم خیلی زود این ویدیو رو آپلود کنم و بذارم و هممون برگردیم به روند زندگی خودمون. درسته خیلی ها فوت کردن، خیلی از عزیزانمون رفتن، خیلی از کارا کساد شد و خیلی چیزای دیگه، اتفاقای دیگه، ولی همونجوری که گفتم مجبوریم به ادامه دادن، محکومیم به ادامه دادن، به زندگی کردن و محکومیم که تمام مراحل زندگی رو یکی یکی پشت سر بذاریم و ادامه بدیم. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار. تا تایمر کتاب دیگه میبینمتون.